خوش اومدیم به کانال مسنون. توی این قسمت قرار هست که سوالات دنباله هندسی رو با هم حل کنیم که میشه بخش دوم فصل مجموعه های ریاضی 1. سوال اول: در یک دنباله هندسی جمله سوم 2 برابر جمله اول است. وقتی که جمله سوم 2 برابر جمله اوله، یعنی ما اگه بیایم T3 رو تقسیم بر T1 بکنیم جوابش میشه 2. جمله نهم چند برابر جمله اول است؟ یعنی ازمون چی رو میخواد؟ T9 بر T1 رو میخواد. خب ما بیایم با استفاده از دنباله های هندسی T3 و T1 رو باز بکنیم. خب طبق این که ما میدونیم توی دنباله های هندسی Tn برابر با T1 R به توان N منهای 1. حالا به جای N 3 قرار داده شده، پس T3 میشه T1 R به توان 3 منهای 1 که میشه همون 2. T1 هم که همون خودش میشه، چون اگه به جای Nمون 1 بذاریم میشه 1 منهای 1 0. پس R کلا نداریم، مساویه با 2. خب حالا T1 ها میرن، پس R2 شده چند؟ 2. پس Rمون چنده؟ Rمون مثبت یا منفی رادیکال 2 هست. خب حالا گفته که جمله نهم چند برابر جمله اول است. جمله نهم بر جمله اول. جمله نهم اگه باز کنیم میشه T1 R به توان 8. T1 هم که همون خودشه، پس ما R به توان 8 رو باید به دست بیاریم. R رو به دست آوردیم، رادیکال 2 مثبت یا منفی رادیکال 2. هر کدومش رو به توان 8 برسونیم، چون 8 یه عدد زوجیه، پس مثبت منفی بودنش برام مهم نیست. جواب در نهایت قراره که عدد مثبت باشه. رادیکال 2 به توان 8 میشه 16، یعنی گزینه 4. سوال دوم گفته کدام دسته از اعداد 4 جمله متوالی از یک دنباله هندسی هستند؟ 2 تا راه داریم برای این کار. یا بیایم مثلا توی گزینه اول جمله دوم رو تقسیم بر جمله اول بکنیم، ببینیم که قدر نسبتمون چند میاد. خب بعد بیایم ببینیم که آیا هر جمله از ضرب R در جمله قبلیش به دست اومده یا نه. یکیش اینه. یکیش هم اینه که ما میدونیم توی دنباله هندسی اگه داشته باشیم A و B و C 3 جمله متوالی توی دنباله هندسی باشن، جمله وسط رو اگه به توان 2 برسونم میشه ضرب 2 تا جمله کناریش. میتونیم با اینم چک بکنیم. مثلا توی گزینه اول بگیم که اگه 1 رو من به توان 2 برسونم آیا میشه 2/3 ضرب در 3؟ که میبینیم نمیشه، پس گزینه اول حذف میشه. این فکر کنم سریع ترین راه باشه. گزینه دوم رو بیایم چک کنیم. آیا من 6 رو، یعنی جمله وسط بین 4 و 9 رو به توان 2 برسونم آیا میشه 4 ضرب در 9؟ میبینیم که بله میشه. بیایم جمله این بار اینو وسط بگیریم، 6 و 12 رو به هم ضرب کنیم. 9 به توان 2 آیا میشه 6 ضرب در 12؟ میبینیم که نمیشه، چون این میشه 81 این میشه 72، با هم برابر نیستن. پس گزینه دوم هم خط میخوره. بیایم گزینه سوم رو امتحان بکنیم. بگیم که 6 به توان 2 آیا میشه 9 ضرب در 4؟ بله میشه، 36 میشن دوتاشونم. بعد ببینیم که آیا 9 به توان 2 میشه 6 ضرب در 13؟ نمیشه، با هم برابر نیستن. پس گزینه سوم هم خط میخوره. گزینه چهارم ببینیم 12 به توان 2 آیا میشه 8 ضرب در 18؟ و یه دونه هم باید اینو چک کنیم که 18 به توان 2 آیا برابره با 12 ضرب در 27؟ از اونجایی که 3 گزینه قبلی خط خوردن ما میدونیم دیگه گزینه 4 درسته. ولی اگه بخوایم که چکش بکنیم میبینیم که این ور میشه 144، این ورم میشه 144 و 18 به توان 2 میشه 324. 12 ضرب در 27 هم میشه 324. پس گزینه 4 درسته. سوال سوم: در یک دنباله هندسی تفاضل 2 جمله پنجم و سوم، یعنی T5 منهای T3 برابر 1/32، ولی نمیدونیم کدومش بزرگتره کدومش کوچیک‌تر، پس باید به این شکل مشخص بکنیم.
گفته که اگر قدر نسبت برابر 1/2 باشد جمله اول کدام است؟ خب وقتی که میگه که قدر نسبتمون 1/2 یعنی جمله هامون رفته رفته دارن کوچیک‌تر میشن. پس یعنی T3 از T5 بزرگتره، درسته؟ پس ما باید اینجا وقتی که از قدر مطلق بیرونش میاریم اینجوری بشه T3 منهای T5 مساوی 1/32. حالا میگه که جمله اول کدام است؟ خب T3 رو با دنباله های هندسی بازش میکنیم، میشه T3 R به توان 2 منهای T1 R به توان 2 منهای T1 R به توان 4 مساوی 1/32. از T1 فاکتور بگیرم، میخوایم به دستش بیاریم دیگه، به جای R ها هم بذاریم 1/2 میشه 1/4 منهای 1/2 به توان 4 هم که میشه 1/16 مساوی 1/32. T1 در اگه مخرج مشترک بگیریم میشه 4 منهای 1/16 یا همون 3/16 1/32. خب همینجا میتونم سادهش کنم دیگه، 16 با 32 ساده کنیم اینجا میمونه 2، بعد T1 برابر میشه با 1/2 ضرب در 3/1 بیاد این بر معکوس میشه 1/3، پس میشه 1/6، یعنی گزینه دوم. بریم سوال 4. در یک دنباله هندسی مجموع جملات اول و سوم 1.5 برابر مجموع جملات دوم و چهارمه، یعنی T1 به اضافه T3 مساوی 1.5 برابر، یا میتونیم اینجوری بنویسیم اگه اینا رو تقسیم بر T2 به اضافه T4 بکنم میشه 1.5. خب بیایم اینا رو با دنباله هندسی باز بکنیم. T1 که همون خودشه، T3 میشه T1 R به توان 2، T2 میشه T1 R، T4 میشه T1 R به توان 3 مساوی 1.5. از بالا از T1 فاکتور بگیرم میشه 1 به اضافه R به توان 2، پایینم از T1 R فاکتور بگیرم میشه 1 به اضافه R به توان 2 مساوی 1.5. ما وقتی که میخوایم یه عبارتی رو ساده کنیم که توش مجهول داریم، باید بیایم ریشه اون عبارت رو به دست بیاریم، نگه داریم، بعد سادهش بکنیم. پس اینجا که من میخوام یک به اضافه R2 رو از بالا و پایین ساده کنم، باید بیایم ریشهش رو به دست بیارم. ولی چون این عبارت ریشه نداره، هیچ وقت امکان نداره دیگه این مساوی 0 باشه، چون R به توان 2 هیچ وقت منفی 1 نمیشه. پس ما باید بیایم همینجوری میتونیم سادهشون بکنیم و دیگه نیاز به ریشه پیدا کردن براش نداریم. T1 هم با هم خط میخورن، پس 1 بر R برابره با 1.5 یا همون 3/2. اگه معکوسشون بکنیم میشه 2/3. پس میشه گزینه 3. سوال 5. واسطه هندسی میخوایم بین دو عدد رادیکال 15 و رادیکال 240. واسطه هندسی چیه؟ یعنی میگیم که انگار این دوتا جملات یه دنباله هندسی هن. ما میخوایم جمله وسطشون رو پیدا کنیم. خب حالا یا اینجوری یا برعکس. جمله وسط رو برای اینکه پیدا کنیم میگفتیم که میشه این جمله به توان 2، مثلا یه مجهولی بگیریم x2 مساوی ضرب دوتاشون 240 ضرب در رادیکال 15. خب بیایم به دستش بیاریم 240 ضرب در 15. 240 و 15 رو اگه تجزیهشون بکنم 240 همون 2 به توان 4 ضرب در 3 ضرب در 5. 15 هم همون 3 ضرب در 5. پس در واقع چی میشه؟ میشه 2 به توان 4 ضرب در 3 به توان 2 ضرب در 5 به توان 2. اگه از رادیکال بیرون بیان به این شکل میشه x به توان 2 مساویه 2 به توان 2 به فرجه تقسیم میشن دیگه تواناشون، ضرب در 3 ضرب در 5. حالا خود x چی میشه؟ اگه ازشون جذر بگیریم 2 که خودش میاد بیرون 3 و 15 میمونن، پس میشه 2 رادیکال 15 گزینه 4. سوال 6. اگر جمله پنجم یک دنباله هندسی برابر 16 نهم باشد T5 مساوی 16 نهم و جمله دوم آن 6 باشد قدر نسبتمون چیه؟ ما یه فرمولی داریم توی این مواقع میتونیم استفاده بکنیم، اونم به این شکله که R برابره با رادیکال TM
بر تی ان، یعنی یکی از جملات تقسیم بر جمله، حالا اون جمله‌ای که شمارش بیشتره، یعنی اینجا تی 5 میشه، بر تی 3 بر تی 2 ببخشید. فرجمون چی میشه؟ فرجمونم ام منهای ان میشه، یعنی شماره جملات رو منهای هم میکنیم. الان اینجا رو نگاه کنین، میام میگم تی 5 بر تی 2، این برم میشه چی؟ 5 منهای 2 که میشه همون 3. پس فرجمون میشه 3، تی 5 مون 16 نهمه، تی 2 مون 6، حالا 6 یکم می نویسیم برابر با دور به دور نزدیک به نزدیک، و اینجا میتونیم 6 رو با 16 ساده کنیم بشه 8. میشه 8 27. اگه ریشه سومش رو به دست بیاریم میشه 2/3. پس میشه گزینه اول. سوال 7، واسطه هندسی بین جمله 8 و 14 دنباله کدام است؟ اینجا یکم سوال پیچیده به نظر میاد ولی خیلی سوال آسونیه. ما کافیه که فقط جمله 8 و 14 این دنباله رو به دست بیاریم و با استفاده از اون تعریف واسطه هندسی بیایم مقدارش رو به دست بیاریم. نگاه کنین چجوری. جمله اولمون چیه؟ 4. قدر نسبتمون چنده؟ ضرب در چی شدن؟ خب شاید بگین که ضرب در 2 شدن، ولی اینجوری نیست. نگاه کنین، درسته که 4 ضرب در 2 شده، ولی آیا 8 هم ضرب در 2 شده 12؟ نه. پس ما اینجا دنباله هندسی نداریم. پس این گولتون نزنه که گفته واسطه هندسی، فکر نکنین اینجا دنباله هندسی داریم. ما اینجا یه دنباله حسابی داریم، چون جملاتمون دارن با قدر نسبت به اضافه 4 تغییر میکنن، یعنی عددی داره بهشون اضافه میشه، نه اینکه ضرب بشه. پس ما اینجا یه دنباله حسابی داریم. پس دی دنبالمون حسابی، حواسمون باشه که باید از فرمولای دنباله حسابی استفاده کنیم. جمله اولمون 4، قدر نسبتمون 4. پس جمله 8 و 14 رو به دست میاریم، یعنی با این فرمول T1 به اضافه n منهای 1 7 دی. T1 مون 4، 7 ضرب داره قدر نسبت میشه 32. خب T14 میشه T1 به اضافه 13 دی. T1 4، 13 ضرب داره قدر نسبتم 4 به اضافه 52. حالا بیایم واسطه هندسی پیدا کنیم بینشون. واسطه هندسیمون برابر میشه با رادیکال 32 ضرب در 56. یا میتونستیم بگیم x2 مساوی 32 ضرب در 56، بعد ازشون جذر بگیریم. اگه 32 رو تجزیه بکنیم میشه 2 به توان 5. 56 رو تجزیه بکنیم همون 8 ضرب در 7 دیگه، یا 2 به توان 3 ضرب در 7. خب 2 به توان 5 و 2 به توان 3 با هم میشن 2 به توان 8، میاد بیرون میشه 2 به توان 4 رادیکال 7، یا همون 16 رادیکال 7. گزینه اول. سوال 8، اگه جملات 5 و 7 T5 8 T7 16 جمله 11 کدام است؟ خب ما اینجا کافیه که فقط قدر نسبت رو به دست بیاریم، دنبالمون هم هندسیه. پس R برابر میشه با همون فرمولی که توی سوالای قبل به کار بردیم، 16 هشتم، شماره جملات هم منهای هم توی فرجه 7 منهای 5 همون 2. پس میشه رادیکال 2. این میشه قدر نسبتمون. برای اینکه جمله 11 رو پیدا کنیم شما 2 تا راه دارین. یا بیاین توی این T5 رو باز بکنید، مثلا بگید که T5 میشه T1 ضرب در R به توان 4 مساوی 8، به جای R مقدارشو بذارین T1 به دست بیاد. بعد بیاین با معادله با فرمول دنباله های هندسی بیاین و جمله 11 رو به دست بیاریم. یه راه دیگه هم که داریم اینه که بیاین مشخص بکنیم واسه خودمون. ببینید ما T7 رو داریم، درسته؟ چند تا دیگه میشه T11؟ T8 9 10 T11. چند تا باید قدر نسبت به T7 ضرب کنم تا بشه T11؟ نگاه کنید، یه دونه، 2 تا، 3 تا و 4 تا. پس من 4 بار میام قدر نسبت رو به T7 ضرب میکنم، تبدیل میشه به T11. پس میتونم اینجوری بگم
تی 11 همون برابره با تی 7 ضرب در آر به توان 4. درسته؟ تی 7 مون چنده؟ 16. آر چیه؟ رادیکال 2 به توان 4. رادیکال 2 به توان 4 همون 4 که جوابش میشه 64. اگه با روش اول میخواستین حل بکنین، بیاین با اونم حل بکنیم. باید این کار رو میکردیم. میگفتیم که تی 5 رو داریم یا حالا تی 7 رو استفاده کنید. تی 1 ضرب در آر به توان 4. تی 5 مون 8. تی 1 رو میخوایم. آر به توان 4 رادیکال 2 به توان 4 چی میشه؟ میشه 4. دو طرف رو تقسیم بر 4 کنیم. تی 1 میاد 2. بعد از اینکه تی 1 رو به دست آوردیم بگیم تی 11 که باید اینجوری باشه، آر به توان 10. تی 1 رو داریم ضرب در آر. آرمون رادیکال 2 به توان 10. رادیکال 2 به توان 10 همون 2 به توان 5 که میشه 32. پس میشه 64. سوال 9. جمله عمومی یک دنباله هندسی 2 بر 3 ضرب در 2 به توان n است. قدر نسبتمون چنده؟ خب این یه راه خیلی آسونی داره. میایم A1 و A2 رو به دست میایم تقسیم بر هم میکنیم، میشه قدر نسبتمون. درسته؟ خب راههای دیگه هم حتما داره ولی این به نظر من آسون ترین راهه. A1 مون برابر میشه با 2 بر 3 ضرب در 2 به توان 1 2 شیشم 1 سوم. A2 مون چند میشه؟ 2 بر 3 ضرب در 2 به توان 2 یعنی 2 بر 12 یا همون 1 شیشم. A2 بر A1 همون میشن قدر نسبتمون. A2 مون 1 شیشمه، A1 مون 1 سومه. با هم ساده کنیم جواب شد 1 دوم. گزینه سوم. سوال 10. در یک دنباله هندسی جمله دوم 27 برابر جمله پنجم است. بیایم اول تکلیف این رو مشخص بکنیم. یعنی T2 بر T5 میشه 27. این ترتیبشون رو درست بنویسید لطفاً، خیلی تاثیر داره روی جواب. نسبت جملات متوالی. نسبت جملات متوالی یعنی چی؟ یعنی همون قدر نسبت دیگه. خب T2 رو باز کنیم میشه T1 R. T5 رو باز کنیم میشه T1 R به توان 4 مساوی 27. T1 با T1 میره، یکی از R ها با این میره، میمونه R3. پس 1 بر R3 شد 27. اگه معکوس بکنیم R3 میشه 1 27م. ریشه سوم 1 27م چنده؟ 1 سوم. گزینه دوم. ممنون که تا اینجای کانال با من همراه بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. توی ویدیو بعدی میبینمتون.